very sexy. That's my perfume, Victoria's Secret. My baby is coming here. He gonna come here. He wanna join to me tonight, and I'm ready for him. My baby wait for me. He wants to come to me and join to me, and we got a best time together tonight. I'm waiting for him, my big man. I need more. I need more because tonight is my night. Tonight is my tonight. چطورین؟ نمیتونی لایو با لباس ببینی؟ چرا هانی؟ باید ببینی، باید عادت کنی، باید خیلی عادت کنی به لایو با لباس من. خوش به حال مای بیبی. مای بیبی من گیر کرده با یه بیبی هورنی تر از خودش. پرین لایت اوکیه؟ احساس میکنم اوکیه. در هر صورت این بدون لباسه و شورت پام نیست. خواستم بهتون بگم شورت پام نیست. میبینید؟ میبینید؟ شورت پام نیست. هانی بیبی. خواهرم حجابت خوبه دیگه، یه رب پوشیدیم دیگه. اونجا دلار چنده؟ من نمیدونم، خبر ندارم از پول ایران. چرا سینه‌ام خیسه؟ چون که اتکلون پرفیوم زدم بهش. دبی نظری ندارم. یکم پاشو قنبل تو ببینم. What the fuck? Why you are so rude? آره شورت پام نیست، واقعا شورت پام نیست. نه دیگه، تا 1-2 ساعت دیگه جذب ترم میشه اوکیه. آقا شما معلوم نیست واقعا نمیبینید این؟ بذارید من کامنت ها رو ببندم. ببینید شورت پام نیست. ببینید من واقعا هر چقدرم اینو ببندم بازم تهش کوتاه میشه. اوکی خب بذار من روشن کنم. بفرمایید دوباره ادامه بدید. شورت پام نیست ولی جوراب پامه. صدای صندلی ها چی بود زدی؟ Victoria's Secret very sexy. رنگ مشکیش همیشه هست توی چیزش استورای Victoria's Secret. پیدا شد اونجا، دیدین؟ ببینید، نه که ندیدین. این ممه است. این ممه میخواد 700 cc بذاره به زودی. خدا وکیلی نشونه دکتر ساله آخرش قبول کردش که برام بزرگتر بذاره. فقط گفتش که با خودته، چون همین الان سینه‌هات سنگین شده و باید تعهد بدی که اگه بعدش هر چیزی شد پای خودت. گفتم اوکی. حالا قرار برم ترکیه کارش رو انجام بدم. ولی از یه جهت دیگه فکر میکنم تایپش خوبه، ولی خب پایین تنه رو هی میخوام بزرگ و بزرگتر کنم.
مثلا اینطوری بالا تنه. یعنی الان که کلا هیکل 2024 اینطوریه، یعنی باید تایپ لاغر باشی، بازوات لاغر باشه، سینه بزرگ با سن بزرگ، کمر باریک، نه بازوی گنده انقدر شکم، کمر مستطیلی، کونه گنده، نه 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 نه, نه. خیلی چیپه. چی؟ جدی میگم اینو بکنید تو گوشتون. هیکل 2024 تقریبا هیکل کیم کارداشیان ساری. قد چنده، قد وزنم به شما ربطی نداره. جوراب نازک بپوش، جورابم نازک هست. تو هم عقده‌ای شدی؟ چرا؟ از چه ندارم یه عقده‌ای شدم؟ من برای هر کسی عقده‌ای نیستم. چرا فکر میکنی؟ چرا؟ چقدر صاحب داره اینجا. واقعا نمیدونم چرا، واقعا کلا اکثر این بعضی از آدما فکر میکنم باید برای بقیه صاحب اختیار بشن. الان به تو چه ربطی داره من کی دادم؟ به تو چه؟ what the fuck؟ من از تو پرسیدم، چه سوالی میپرسید؟ آره خدای همین الانش هم مدال طلا دارم. دقیقا. صورتم چه؟ ما قرقه؟ نمیدونم منظور چیه. چرا من نمیبینم؟ باید فکر کنم بیارم نزدیک دوربینم. شما باید جای الیفنتس باشید. I don't give my any attention to you, you know. چشات سگ داره. Thanks. Kiss you. پرچم آبانی همیشه بالاست. آره عزیزم، همه میخوان ادامو در بیارن تازه ولی نمیتونن. هانیا شما لطفا بیاین با یوزر اصلی خودتون اینجا کامنت بذارین، این بیشتر به من اعتماد به نفس میده. چقدر من آخه این اصلا انقدر حال میکنم، مثلا انرژی میگیرم، چه تو دنیای واقعیم، تو این خود دبیش، یعنی انقدر پیگیر دارم اون به کنار، تو این دنیای مجازی هم به کنار یه مشت مزدور دو قرونی که حتی من پستای معمولی هم میذارم تو کونشون میره. شما مزدور بیش نیستید که من I don't give a fuck to you. kiss. خب من همیشه اکثر لایوام که اوکیه لایو میذارم، دوست دارم لایوم نمیذارم، بستگی به مودم داره. میدونی که امشب تغییر دارم چون که چتری گذاشتم برای مهمون امشبم. My man is comes to me tonight. He gonna join to me tonight. And we نسی میگن دوبه سیل اومده راسته. شما که میبینید چقدر سوال میپرسید. اصلا من دقتی به این رقم لایو ندارم، من اصلا دقت نمی کنم به این چیزا، واقعا من اصلا برام مهم نیست تعداد این رقم لایو و رقم فالوور و فالوینگ، اصلا برام مهم نیست.
اوکی. آخه میگی 4 نفر از کسوکون، اصلا چرا من باید در مورد اینا بحث باز کنم، با شما صحبت بکنم؟ لزومی نمیبینم دقت و توجهمو بذارم رو حرف تو. اوکی.